امروز زایمانی که از خانمای رنجایگزین عزیزمون بود، پدر مادر این نوزاد که مشکل ناباروری داشتن و بارها برای درمان اقدام کرده بودن و متاسفانه نتیجه منفی رو گرفته بودن، این بار به شرکت مهیا مدیکال مراجعه کردن و شرکت یکی از بهترین پزشکای ناباروری و IVF رو به این زوج عزیز معرفی کرد و همچنین یه خانم رنجایگزین بسیار عالی و یه خانم برای اهدای تخمک بهشون معرفی کرد که خدا رو شکر نتیجه مثبت گرفتن و امروز نوزادشون به دنیا اومد که جنسیت نوزادم یه پسره. مبارکشون باشه و با هم ببینیم که حال خانم رنجایگزین چطوره. خب عزیزم راضی بودید از خدمات بیمارستان و پیگیری شرکت در این 9 ماه؟ عالی بوده. الان حالتون خوبه؟ آره خدا رو شکر. خدا رو شکر. زنده باشی. ممنونم. خیلی خواهش میکنم.